آیا غمگین هستی؟ اشکهایت فرو می ریزد؟ همسرت سخن گفت که دوست نداشتی؟ از دست فرزندانت عصبانی هستی؟ آیا مریض هستی و یا پاهایت از کار افتاده است؟ اندوهگینی؟ زندانی داری؟ در امور دنیوی مشکل داری؟ آیا با رئیست و یا با دوستت مشکل داری؟ آیا بدهکار هستی؟ اندوه و غم فراوان داری؟ درست است. رسول الله فرمودند بگوید استغفر الله، استغفار کنید. با استغفار درهای توبه را به صدا در می آورید. با استغفار درهای رزق و رحمت را به صدا در می آورید. با استغفار درهای بسته شده را باز می کنید. خداوند متعال می فرماید و بدیشان گفته ام از پروردگار خویش طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده است. اگر چنین کنید خداوند از آسمان بارانهای پرخیر و برکت را پیاپی می باراند و با عطا دارایی و فرزندان شما را کمک می کند و یاری می دهد و باغهای سرسبز و فراوان برای شما می سازد. رودبارهای پرآب را در اختیارتان قرار می دهد. وقتی که بنده استغفار صحیح داشته باشد خداوند او را از همه مشکلات رهایی می بخشد و از تمام تنگناها خارجش می کند. پس بگویید استغفر الله، استغفر الله.